فتنه انتخاباتی استاندار در غرب آذربایجان. رژیم ایران همواره به واسطه حضور اصلاح طلبان مشارکت مردمی در انتخابات را تضمین کرده بود. اما اینک با رو شدن ماهیت وجودی اصلاح طلبان، رویگردانی مردم از این طیف و در نتیجه عدم مشارکت گسترده در انتخابات، ظاهراً دیگر دلیلی برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات وجود ندارد. از طرفی دیگر این سیاست می‌تواند کار را برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر آسان نماید. غرب آذربایجان به دلیل اهمیت استراتژیکش همواره مورد توجه رژیم بوده است. رژیمی که در حمایت از تروریسم شناخته شده است، استاندار بیگانه شهریاری را مأمور کرده تا به تغییر بافت جمعیتی منطقه و همچنین تبدیل غرب آذربایجان به پایگاهی برای تروریست‌ها کمک نماید. تروریست‌های قندیل نشین با تجربه چندین دهه شکست از ملت ترک، اکنون علاوه بر اقدامات تروریستی، نفوذ به کمک نهادهای حکومتی را در دستور کار خود قرار دادند تا بتوانند خاک آذربایجان را اشغال کنند. ماهیت تروریستی این گروه‌ها و حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم زمینه را برای همکاری این دو فراهم کرده است. لذا در شرایط بحرانی و حساس کنونی ملت ترک آذربایجان میبایست هوشیارتر از گذشته این فتنه و تلاش شهریاری برای مهندسی انتصابات و حضور مهاجرین و تروریست‌ها در شوراهای شهر اورمیه، سولدوز و نقده را خنثی نمایند.